بله. باز کردن اکانت هم بسیار راحته. میخوایم که در مورد باز کردن اکانت صحبت بکنین شما. دوباره نکته‌ای هستش که خواستم من به عزیزان دوباره عرض کنم این هستش که وقتی که شما اکانت باز میکنید بهتون اجازه میده که شما بتونید لیستینگ های مختلفی رو در iranianglobal.com لیست بکنید اونجا. با اکانت باز کردن تنها شما چیزی رو نشون نمیده و چیزی لیست نمیشه. اون اکانت فقط اجازه میده بهتون که یک آیدی دارید اونجا و ما بتونیم شناسایی کنیم و بدونیم که کسای دیگه نیان چیزهایی رو که برخلاف و یا غیر قانونی هست، چیزهایی که هستش که نباید در سایت باشه و اشتباه هست تو هر مملکتی و هر جامعه‌ای. ما فقط اونا رو بررسی میکنیم و دلیل باز کردن اکانتتون این هستش که ما یه مانیتور میکنیم که هر چیزی رو در این سایت، چون این سایت فقط برای کمک هست و چیزهایی رو که عزیزان نیاز دارن و کمک هست در جامعه ما و مورد قبول هست در این سایت ما تبلیغ میکنیم و در هر جامعه. به خاطر همین وقتی که اکانت باز کردید شما لاگین کنید، سعی کنید ایمیلتون رو کانفرم کنید. میخوایم میکشور کنیم که ایمیل درستی وارد کرده باشید. بعد وقتی که اکانتتون رو باز کردید شما برید در صفحه سمت چپ صفحه قسمتی هست کلیک کنید به نام ادورتایز. وقتی شما رو اون کلیک میکنید اونجا هستش که شما میتونید پروداکتتون، کمپانیتون یا هر چیزی رو که دارید رو لیست بکنید اونجا و مشخصات کمپانی رو اونجا هستش که شما میتونید توضیح بدید در مورد کمپانیتون به فارسی، به انگلیسی و به تمام زبانهای دیگه دنیا که اگه دوست داشته باشید، آلمانی، اسپانیش یا هر زبان دیگه که شما دوست داشته باشید در اونجا میتونید توضیح بدید و خیلی راحت. و دوباره تکرار میکنم بعد از باز کردن اکانت سعی کنید کلیک کنید روی ادورتایز و اونجا لیستینگ کمپانیتون اونجا وارد بکنید. خیلی راحت. اگه هم دوست ندارید مشخصات خودتون رو وارد اکانت میخواید باز کنید، اسم و ایمیل و یه خورده پروسس طولانی هست، حتی طولانی میگم 2 دقیقه و 3 دقیقه طول میکشه. اگه نخواهید وارد کنید خیلی راحت میتونید با اکانت گوگل، یاهو، فیسبوک اونجور خیلی راحت شما میتونید وارد بکنید با این اکانت. بله آقای کینگ همه کارو انقدر راحت کردن که یعنی شما اگر که وقتش هم نداشته باشین فقط با یک کلیک کردن میتونین از اکانت فیسبوک، گوگل، یاهو یا هر اکانت دیگه‌ای که دارین در هر وبسایتی فقط کلیک میکنین و اون رو اد میکنین و همه مشخصات میاد توی وبسایت ایرانیان گلوبال به همین راحتی. یک سری عکس ها شما آماده کرده بودین که من خواهش میکنم از آرای نازنین کارگردان فنی برنامه اگر که این عکس ها الان آماده هست اینها رو نشون بدین. بله که شما چجوری میتونین خودتون رو برین و رجیستر کنین و اکانت باز کنین. اگر توضیح بدین شما. اونجا که فلش نشون دادیم سمت چپ نوشته است لاگ این. اونجا اگر شما کلیک بکنید همونجوری که نشون میده فلش قرمز در اسکرین، وقتی که شما رو لاگین کلیک میکنید به صفحه دیگه ای میره که در این صفحه به شما آپشنی میده. شماره 1 اگه در اینجا کلیک بکنید شما مشخصات خودتون رو، اسم و فامیل، ایمیل ادرس اینها رو ازتون میخواد و اگر شماره 2 رو کلیک بکنید لزومی نداره اون اطلاعات رو وارد کنید. همونجوری که گفتیم با اطلاعات یاهو، فیسبوک، گوگل هر اکانتی رو که شما باز کردید از قبلا این اکانت رو دارید خیلی راحت شماره 2 رو کلیک بکنید و یوزرنیم و پسوردتون رو وارد بکنید. خیلی راحت وارد این سایت میشید و میتونید اکانت جدید باز کنید. وقتی که اکانت باز کردید خواهش میکنم به ایمیلتون مراجعه کنید. ما یه ایمیلی براتون میفرستیم که شما کانفرم بکنید، بگید که ایمیل خودتون هست. بعضی اوقات اگر ایمیل رو مشاهده نکردید تو این باکستون به جانک میل یا اسپم فولدر برید. امکان داره بعضی اوقات اتوماتیکلی ایمیل ما در اون فولدر باشه و رو اون کلیک کنید کانفرم کنید. و همونجوری که تو این صفحه میبینید در این قسمتی که فلش نشون داده روی ادورتایز کلیک میکنید. بعد از اینکه اکانت باز کردید همونجوری که گفتم در این قسمت که کلیک میکنید میتونید پلن مختلفی رو انتخاب بکنید. پلن اول ما همونجوری که خانم احمدیان توضیح دادن مجانی هست، هیچ پولی نیست، به نام برونز پلن هست، هیچ هزینه‌ای نداره. برای همیشه شما میتونید مشخصاتتون رو بذارید و همیشه در iranianglobal.com خواهد موند و از بین نمیره. و پلن‌های دوم و سوم همونجوری که گفتیم و خانم احمدیان هم توضیح دادن شما میتونید با مبلغ خیلی کوچیکی برای 6 ماه یا 1 سال فلایر، بنر یا چیزهای دیگه رو از کمپانیتون در ایرانیان گلوبال به عنوان تبلیغ میتونید اضافه کنید. نیازی ندارید قسمت اول مجانی اینو داشته باشید، ولی یه چیزی هستش که برای کمپانی‌های بزرگتری یا کمپانی‌هایی که میخوان بیشتر تبلیغ کنن، بیشتر در معرض دید عزیزانمان باشن، از پلن دوم و سوم میتونن استفاده کنن. چون ویزیتورهای خیلی زیادی این سایت داره، به خاطر همین شما هم چانس دیدن
پروداکتتون، کالاتون توسط این عزیزان بیشتر میشه و بیشتر به کالاتون توجه میکنن، دیده میشه و بیشتر باهاتون تماس میگیرن و امید خدا بیشتر این پروداکت و کالاتون رو به فروش میرسونید. بله. در این صفحه وقتی که شما وارد کردید اکانتتون ادورتایز، خیلی راحت سلکت میکنید اون کاتگوری که شما انتخاب میکنید برای کارتون. اگه تو کار فیلم هستید، مدیا، کار مثلا فروشگاه دارید، مغازه دارید، تو شاپینگ، اگر دکتر هستید تو، یا مثلا بیوتی سالن دارید، کاری دارید توی پرسونال کیر، ما همه اینا رو، یا مثلا وکیل هستید در قسمت لیگال، خیلی راحت ما اینا رو آیتمایز کردیم، جدا کردیم براتون که راحت بتونید انتخاب بکنید هر چیزی رو که وابسته به کمپانی و بیزینس شما هست. در این قسمت خیلی راحت در قسمت تایتل اسم کمپانیتون رو بنویسید. خواهش میکنم توضیحات خیلی زیادی ندید در این قسمت، فقط اسم کمپانیتون رو بنویسید یا پروداکت، چیزی رو که نشون میده خیلی کوتاه که مردم بتونن شما رو زود پیدا بکنن. و قسمت دوم اونجایی که فلش هست، فقط شما یک کلیک بکنید اتوماتیکلی اون اسم اینترنتی مشخص به شما رو به طور رایگان برای شما رجیستر میکنه که شما یه سایت اینترنتی هم به شما داده میشه به عنوان کالاتون یا کمپانیتون. بله. در این قسمت سایت همونجوری که میبینید اطلاعاتی رو که در این قسمت وارد میکنید به ما کمک میکنه که ما این اطلاعات رو هر شب به گوگل و استالاویستا، یاهو، MSN، به سایت های بزرگ سرچ انجین ما اینا رو سابمیت میکنیم. مشخصات و اطلاعاتی که در این قسمت میذاری کمک میکنه که در عزیزان ما از طریق سایت های بزرگ گوگل، یاهو و MSN پروداکت شما رو پیدا کنن. در این قسمت توضیح بدید که چیا دارید. و در این قسمت قسمت شماره 1 سعی کنید آدرس کامل پستی بیزینستون رو بنویسید، اسم خیابون و شهر و زیپ کدتون رو در شماره 1 وارد کنید. در شماره 2 هم ما سعی کردیم تمام استان‌ها، شهرها و ایالت‌هایی که در کل دنیا وجود دارد و وارد دیتابیس سایت بکنیم. در شماره 2 شما اینجا شهرتون و محلی که پروداکتتون هست یا کمپانیتون هست سعی کنید انتخاب بکنید. در قسمت 2 انتخاب میکنید و عزیزانمون کمک میکنه که در اون منطقه شما رو خیلی راحت پیدا بکنن. بله دوستان، اگر که میبینید در کاتگوری یا اگر شهری منطقه که شما هستین رو پیدا نمی کنید، خواهش میکنم به ما ایمیل بزنید یا تلفن بزنید، ما اون رو براتون اضافه میکنیم و اد میکنیم. در این قسمت همونجوری که میبینید قسمت فلش شما اطلاعات کمپانیتون وقتی که لیست شد رو نشون میده، ولی سمت راست قسمت فلش امکانات خیلی زیادی رو ما برای سایتتون گذاشتیم، برای تبلیغات، برای کالاتون گذاشتیم. شما خیلی راحت میتونید با یک کلیک شیر بکنید این اطلاعاتی رو که آردی یه بار وارد کردید در سایت های خیلی بزرگ، فیسبوک، مای اسپیس، گوگل، سایت هایی که تبلیغات خیلی زیادی میکنن. شما با یک کلیک میتونید به دوستاتون شیر بکنید اطلاعاتی رو که در اینجا قرار دادید، یا ساجست میکنید. اگه کمپانی هست شما اینجا پیدا کردید، دوستی، عزیزی، فامیلی ازتون سوال کردش، قسمت ساجستشن اون رو وقتی کلیک میکنید ایمیل دوستتون رو وارد میکنید و خیلی راحت این سایت یا این پروداکت رو شما به دوستتون معرفی میکنید. یا قسمت ریویو قسمتی هستش که عزیزانی که با شما کار کردن و دوست داشتن و پروداکتتون ازتون خوششون اومد اینجا میتونن توضیحی بدن و کمک میکنه به عزیزان دیگه که شما رو نمیشناسن از این طریق به شما و به کالای شما اطمینان کنن و خیلی راحت بتونن با شما کار بکنن در این قسمت. بله خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید آقای کینگ. دوستان عزیز، همونجور که ملاحظه میکنید خیلی راحت هست، خیلی واقعا در عرض چند دقیقه به راحتی میتونین خودتون رو رجیستر کنید. باز هم میگم اگر نمیتونید یا وقتشو ندارین یا امکاناتش رو ندارین، فقط با یک تلفن، با شماره تلفنی که روی صفحه مانیتور میبینید 1-832-800 ایران میتونید با ما تماس بگیرید و مشخصات خودتون رو بگذارید. ما تمام این کارها رو برای شما عزیزان انجام میدیم. و اما بله، iranianglobal.com مرکز اطلاعات ایرانیان در سراسر جهان. امیدواریم که پلی باشه برای متصل کردن همه شما هموطنان عزیز و خوب به هم دیگه و اینکه با هم بیزینس کنیم و موفق‌تر و موفق‌تر باشین. چرا ما نباید مثل زنجیر با هم باشیم و
این سود و استفاده و پول رو تو خودمون بگردونیم و با خودمون سعی کنیم که کار بکنیم، بیزینس کنیم و همدیگر رو ساپورت کنیم که بیزینس هامون و زندگی های موفق تر و بهتری داشته باشیم. این شعار من، واقعا آرزوی قلبی منه. امیدوارم که هر جا هستن ایرانیان سلامت و موفق و خوب و خوش باشن. آقای کینگ، من فکر میکنم خب توضیح ما زیاد دادیم درباره رجیستر کردن. در مورد یه توضیح دیگه بدین برای دوستان عزیزی که وقتی میان خودشون اونجا رجیستر میکنن، انگار که این وبسایت، کسانی که وبسایت برای خودشون ندارن، بله. به چه صورت هستش؟ کسایی که برای خودشون وبسایت ندارن، در iranianglobal.com این امکانات رو بهتون دادیم که شما کاملا اطلاعاتی رو که در سایتی اگه داشتید، وبسایتی که می‌خواستید درست کنید، هزینه‌ای رو پرداخت کنید، این سایت رو براتون درست کنن، تمام اون اطلاعاتی که امکاناتی که داشتید در اون سایت میتونستی بذارید. در iranianglobal.com خیلی راحت تمام اطلاعات و عکساتون و حتی چیزهای HTML هم، کسایی که با کامپیوتر بیشتر آگاهی دارن میتونن حتی اون اطلاعات و کداتون هم حتی در سایت ما وارد بکنید. بله. و کاملا سایت خودتون بشه. و همونجوری هم که گفتیم ما آدرس اینترنتی مشخص به خودتون رو بهتون میدیم، یونیک هست، فقط مال خودتون به عنوان رایگان در اختیارتون میذاریم و شما میتونید همونجوری که شما خودتون میدونید حتی CNN، حتی AT&T، کمپانی‌های خیلی بزرگ از فیسبوک استفاده میکنن. بله. facebook.com/CNN همونجوری کارم شما با iranianglobal.com میتونید بکنید. وقتی که رجیستر کردید اون به وسیله سایت اینترنتی که ما در اختیارتون میذاریم میشه iranianglobal.com/ اسم کمپانیتون، هر چیزی که هست، A to Z، بیوتی سالون، پلامینگ، آرکیتکتس، اترنی، هر چیزی که هست اون آدرس اینترنتیتون میشه. خیلی راحت از اون میتونید استفاده کنید، در بیزینس کارتاتون بذارید اگر دارید، یا به مردم بگید که خیلی راحت کسی دیگه ازتون پرسید وبسایت دارید، لزومی نداره بگید نه وبسایت ندارم، خیلی راحت این آدرس رو بهشون بدید. بله. مردم میتونن خیلی راحت بهتون دسترسی کنن. دنیای کامپیوتر هست و همونجوری که نمی‌گید در کشورهای آمریکا، اروپا من فکر میکنم بالای 90% اگه اگزاجریت نباشه، و در کشور ایران همونجوری که می‌بینیم فکر میکنم بالای 85%، آلموست تقریبا 90% از عزیزان میشنویم که همه آلموست سلفوناشون در اینترنت اکسس دارن. بله. و همه تقریبا الان به کامپیوتر اکسس دارن. سعی کنید خودتون رو اجاست بکنید، مطابقت بدید با سیستم و تکنولوژی جدید، به خاطر اینکه کمپانی‌های بزرگ دنیا دارن این کارو میکنن و اگر شما نکنید متاسفانه عقب میمونید از اینا. سعی کنید از کمک‌های ما استفاده کنید، به طور رایگان هست، در اختیارتون گذاشتیم، از ما استفاده کنید، با ما تماس بگیرید. کاری داشتید، اگر اطلاعاتی می‌خواستید که کمک بکنه به بیزینستون رشد بکنه، یا آردی کمپانی و شرکتی دارید و موفق نیست و تو این شرایط اقتصادی بعد درآمد خوبی ندارید، با ما تماس بگیرید. نکته‌های خیلی ظریفی هست، بعد از سالها تلاش ما تونستیم این نکته‌ها رو پیدا کنیم. میتونیم به طور رایگان در اختیارتون بذاریم. کمکی هستش که میتونید از iranianglobal.com داشته باشید به طور رایگان، امیدی که بهتون کمک بشه و بیزینستون و شرکتتون پا برجا بمونه و از بین نره و در این شرایط خیلی بد بتونید بگذرونید تا به شرایط خوب برسید که به امید خدا پیشرفت کنید، روز به روز و بزرگتر بشید ان شاء الله. به امید موفقیت همه هموطنانمون در هر کجا که هستن.